الله کسی را بخواهد برای راست هدایتش میکند. از اینجا معلوم میشود که هدایت از جانب الله سبحانه و تعالی هست. همون طوری که حضرت نوح علیه السلام کنعانی بچه‌ش هدایت کردن نتونست. کنعانی بچه‌ش هدایت کردن نتونست. لوط همسر خودش هدایت کردن نتونست. حضرت ابراهیم پدر ابراهیم آزری بتراش بود هدایت کرده نتونستند. بنابراین هدایت از جانب الله سبحانه و تعالی می آید. این هدایت توفیقی هست، هدایت توفیقی. اما هدایت ارشادی، راهنمایی از جانب پیغمبران می شود، از جانب من و شما می شود که یک کس را دعوت میکنی برای راست، میگوی اکنون خداوند هدایتت بکند. یک کس را میگوی که برادرم این اخلاق بد است، این را نکن. یک انسان را میگوی که برادرم این کاری درست است، اکنون میگوی که باقی مانده است